ضمن نشست ابراز شد که یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک فعالیت بین‌المللی جلب شهروندان خارجی می‌باشد. در سال‌های 2024-2025 شماره عمومی شهروندان خارجی در دانشگاه به 391 نفر رسیده است. ابراز شد که قبول شهروندان خارجی به تمام شکل‌های تحصیل و تمام زینه‌های تحصیل در سال تحصیل 2024-2025 123 نفر را از 8 کشور جهان تشکیل داد. ابراز شد که از روی نتیجه های اتستاسیون جمع‌بستی شماره ختم کنندگان در سال تحصیل 2024-2025 1191 نفر، از این شماره 798 نفر روزانه و 393 نفر غایبانه را تشکیل می دهد. تعداد ختم کنندگان شعبه روزانه در سال تحصیل 2024-2025 798 نفر را تشکیل می دهد که از اینها 326 نفر در اساس بودجه و 562 نفر طبق شرطنامه تحصیل می کنند. اینچنین به مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی 147 نفر ختم کنندگان اختصاصی آموزگاری فرستاده شدند که نسبت به سال 2024 106 نفر یعنی 20% زیاد می باشد. قید گردید که در سال 2025 از حساب بودجه جمهوری تاجیکستان 5 لایحه علمی به مبلغ عمومی 648,383 سومونی مبلغ گذاری کرده شد. در هفته نشست مبادله افکار صورت گرفت.